سرزمین آزادگان، پاره‌خاک این زمین پهنا، تاجیکستان کهن و تاریخی که هر یک نگاره و یادگاری باستانیش تاریخ هزار ساله این مردم را بازگویی می‌کند، آثارخانه زنده است بهر اهل سیاره که ببینند و بیاموزند و دلبند و مفتون این خاک و این سرزمین گردند. در میان نگاره و یادگاری‌های تاریخی کشور، 40 دختران محک کلیدی را در معرفی سلاست و فصاحت، پارسایی و نکویی مردم تاجیک اجرا می‌کند. اگرچه اطراف پیدایش و تاریخ کوه 40 دختران روایات و اساطیرهای شفاهی مردم دامن کشیده است، ساکنان این مکان باور بر آن دارند که در هر یک افسانه و روایت حقیقت حال وجود دارد و این کوه مجسمه شکل و آثارخانه طبیعی طبیعت زمان حقیقت بود که برای امروزیان چون حکایه باقی مانده است و به گوش می رسد. دنیای کهن ما با روایت ها هر یک حادثه تاریخیش معین می شود و هر یک روایتی که می شود و حقیقت خود را خواه نخواه دارد. چنین که در نزد ما در نزد کوه 40 دختران ایستاده ایم، این هم یک روایتی است که دو گروه یعنی با همدیگر مبارزه کردند. روایت میکنند که وقتی که اجنبیان به همین موضع هجوم میکنند، بسیار مردم را اذیت میتینند، سر میبرند، بسیار بدادی بسیار میآورند و چند که اینها هم که مقابلیت میکنند با اونها طاقت کردن نمیتونند، تا باوردن نمیتونند، عقب نشینی میکنند. وقتی که چی قدری که عقب نشینی میکنند میبینند که همین صف مردها روز تا روز کم شده ایستاده است، زنها به ناموس آمده، آنها برای کمک کردن به مردان، به پدران، باباها و برادران خود به کمک میبرند. یکی از روایت هایی که از زبان به زبان تا امروز آمده به ما رسیده است. 40 جوان دختر تیرکش و شمشیرزن برای حفظ ناموس خود و دیار جسورانه مقابل لشکر غاصب مبارزه میبرند. از کشته این لشکر پشته میسازند و تا واپسی نفس زمانی که مقاومت را در قبال لشکری مور و ملخ مانند از دست میدهند به خود اجازت تسلیم شدن نمیدهند. با شمشیر شکسته و خلطه های خالی از تیر به کوهستان عقب نشینی میکنند. نزدیک است که آنها را زنده اسیر بگیرند و اما این جوان دختری پاک دامنی غیور به سوی خداوند دست دعا میبردارند تا آنها را به سنگ مبدل گردانند. این روایت است اطراف کوه زیبا منظر 40 دختران واقع در ناحیه مومن آباد جنوب تاجیکستان که به نظرگویا در این موضع از سنگ سرختاب بر فراز کوه پیکره ها برساختند. واقعیت و در کدام دور و زمان به وقوع پیوستن این حادثه را کسی نمیداند. یکی این را به زمان هجوم مقدونی ها، دیگری به زمان اعراب و مغول مربوط میداند. تنها واقعیت این است که این کوه در شکل و سیماهای گوناگون بر فراز آسمان قامت افراخته است که تماشابین هنگام سیر این موضع از روی نقل و حوادث ها آن را در ذهن خود به گونه تشبیه می‌دهد و تصورش می‌کند. 40 پیکره رمزی وطن خواهی، رمزی شجاعت مندی و رمزی خداگاهی، 40 دختری عاطفه‌ای بیکران، پروردگاری خویش را ایستاده در ذکران. 40 دختری عاطفه‌ای بیکران، پروردگاری خویش را ایستاده در ذکران. با شیوهی هر آبشار و چشم سارام باد، چکامهی گیسویشان را کرده است ایجاد. چکامهی گیسویشان آهنگی بیداریست، 40 پیکره 40 صفحه‌ای ننگی وطن داریست. چکامهی گیسویشان آهنگی بیداریست، 40
پیکر چیل صفحه‌ای ننگی وطن داری. چلدختران در 80 کیلومتری شهر کولاب واقع است. بلندی آن از سطح بحر به 2000 متر می رسد. کوه سنگین چلدختران میان دو رودخانه کوچک بر فراز کوه خیلی جالب است. ساکنان زیادی این موضع بران باورند که تا هنوز روح چلدختر پاکدامن و خواست خدا به آنها کمک می کند. در همین قبیله که آنها مبارزه با دشمن مبارزه می بردن و از مجروح شدن آنها به سنگ مبدل گشتن و در بین همین گروهی که در همین جا سنگ گشتن در بین آنها 40 تا دختری مثل به شوهر نابرآمدنی وجود داشت. خیلی که در یک دهه حسابی میدونن که چند دختر همینجا به شوهر نبرآمده است و این قبیله هم در بین خودشون مثل فرزندانشون 40 تا دختری مثل به شوهر نبرآمده بود و از همینجا نام 40 دختری کوه پیدا میشه و تا امروز 1000 ساله ها ممکن گذشته باشد که همین پدر ما بابی ما امروز به ما آمده رسونده است و ما هم با همین روایت دهانی رو مثل به آینده ما برده رسوندن میگیریم. در حقیقتا وقتی که در نزد همون چلدختران نزدیک میشوی در اونجا سیمای هر یک آنها را علاقه تصور میکنی که در حقیقتا این سیمای زن است یا سیمای کودک است یا سیمای یک حیوان است بر علا حس کرده میشه. از کویی که در نزد ما ایستاده است و اگر به وی اهمیتی یک کتفی وی حتی میبینی که وی کتفش با کار زده افتیدگی است. وقتی که این قبیله میبیند که راهبر آنها از دست خود مجروح میشود آنها همه یک شده با درگاه الهی دعا میکنند که ما از اونی که به دست دشمن افتیده با خواری ها گرفتار میشویم ما را خدای تعالی سنگ بگردون. تا کجا حقیقت حال بودن این پیکره ها را تاریخ در دامان خیش پیچانده و کسی نمیداندش، ولی این مجسمه ها برای هر یک تماشابین مجسمه الهه زیبایی، رمز پاکی و وطن پروری را میماند. به طرف کوه می‌نگرند آنها را وقتی که همون مجسمه ها را نشون میتیم در تصور خود آنها تصور میکنند علاقه باوری میکنند که در حقیقتا همیشه همین کوه ها به شکل آدمی مانندند و همین حادثه چندین هزار سال ها پیش تو گذشتگی هستند. در آیه های سبزی نکهت باری کوهستان و می شود هر غنچه‌ای ارمانی 40 دختر، 40 دختری با کیره‌ای سر تا به پای مد، 40 دختری صف بسته‌ای عاطفه‌ای صفدر، 40 دختری با کیره‌ای سر تا به پای مد، 40 دختری صف بسته‌ای عاطفه‌ای صفدر. اوید به کوههای چلدختران بین اهالی و مردمان تهجوی ختلانی از ازل نقل و روایت های زیادی هست. کوههای چلدختران بین مردم داخلی و خارجی از پاکدامنی زنان تاجیک روایت می کند. نه تنها با مجسمه های سنگشته‌اش بلکه با گیاهای شفابخشش نیز در تمام مقیاس جمهوری و بیرون از جمهوری مشهور است که در این منطقه زیبا منظر چلدختران گیاهای شفابخش به مانند خوب چکری، روشک، خوب جنبیله، سوبینک، روحت، خوب کمال و دیگر گیاها هستند که شخص اگر از این گیاها استفاده برد به همه درد و درمان آن دوام میبخشد. ناحیه مومن‌آباد که یکی از مرکزهای اساسی سیاحی به حساب میرود، موضع اساسی دقت جلب کننده سیاحان همین موضع زیبا منظر چلدختران است. حالا چند سال است که همین مثال رشد سیاحی اعلان شده است. خب به همین موضع زیبا منظر چلدختران خب چندین هزار سیاحان داخلی و خارجی اومده در همینجا. در حقیقتا وقتی که سیاحان خارجی در همینجا میآیند آنها را منظره زیبای چلدختران، باد هوای چلدختران
онҳоро мафтун мегардонад ва афсӯс ҳам мекунанд ки дар ватани мо ҳамин хел боди ҳаво хусусан боди ҳаво вуҷуд надорад. дар ҳамин мисол хонадони ҳамин деҳқонии мо аз худи япониям меҳмон қабул кардем, ай израилам омад 3 рӯз қабул кардем, аз франсия ҳам омадаги одамое ки дар ҳамин ҷо худи мо онҳоро меҳмоннавозӣ кардем ва гусел кардем ба ватани худ баргашта рафтанд. чун солҳои рушди деҳоту сайёҳӣ дар кишвар рафта истодааст, ба мавзеи Чилдухтарон чун макони сайёҳиву таърихӣ ҳамасола хусусан мавсими баҳору тобистон сайёҳони зиёде аз ақсои олам аз ҷумлаи ҷумҳурии мардумии Чин, Русия, Корея, Швейтсария, Канада, Амрико ва даҳҳои дигар кишварҳо барои боздиду баҳрагирӣ аз ҳаво, табиати назаррабо ва таъриху нақлу ривоятҳои Чилдухтарон меоянд. аҷобат дар он аст ки ҳар як нафар сокини кишвару сайёҳи хориҷ барои боздид аз Чилдухтарон меравад, бар он бовар ки дар воқеъ замоне чунин ҳаводисҳо ба вуқӯъ пайвастасту ин муҷассамаҳои сангини шаклдор асоси он аст. ба ҳар ҳол хоҳ ин асту хоҳ он, вале ин мавзеъ маконест осорхонаи табиӣ баҳри боздиду баҳравар гаштан аз таъриху фарҳанги мардуми мо барои сайёҳони хориҷи кишвар ва умед аст ки бо татбиқи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ Чилдухтарон боз ҳам шӯҳрати оламгир касб намуда қабулгоҳи сайёҳони ҷаҳон мегардад.